عزیز ما هستید، دوستتون داریم و دوست دارم این جمله رو همیشه بهتون بگم. من سیاسی نیستم که شما رو به سیاست بفروشم، من قومی نیستم که شما رو با قومیت بفروشم، من جناحی و حزبی نیستم، من یه فرد آزاده و مستقل همتون رو دوست دارم و شما میوه های دل من و سرمایه های دل منید. ای کاش همه زندان ها تعطیل میشد، فقط یک زندان درش باز میشد، اونم زندانی به اسم قلب من که همتون رو میبردم تو قلبم، محکومتون میکردم به زندان ابد، در قلبم رو میبستم، اجازه نمیدادم که خارج بشید تا ابد، همه تون رو تو قلبم زندانی میکردم. ای کاش در دنیا فقط یک زندان، اونم قلب برادر و خواهر که بر مبنای عشق و محبت بیرنگ و ریا برادر و خواهرش رو تو قلب خودش زندانی بکنه، اجازه نداد موتور و در همه زندان‌های با صدای موتور آلودگی صوتی مشکلاتی درست کرده بود، نفرینش میکردن، خدایا نابودش بکن تا همه راحت بشن. آیا پیامبر چنین کاری کرد؟ در غزوه احد صورت پیامبر خونالود شد، دنداناش خرد شد، پیامبر صلی الله علیه و سلم همینجور که خون صورتشو فرا گرفته بود، دنداناش خرد شده بود، بیان کرد که امروز الان خشم و غضب خدا تشدید پیدا کرده و نزدیکی که عذابی نازل بشه همه رو نابود بکنه که صورت پیامبرشون و قومی که صورت پیامبرشو خونالود کرده. اما چند ثانیه نگذشت دستش بلند کرد، گفت اللهم اغفر لقومی فانهم